با مقصد نتیجه‌گیری از فعالیت سوهای معارف در سال خونیش 2022-2023 و معین نمودن نقشه‌های کاری برای سال نو خونیش، کارمندان سوهای معارف ناحیه دنقره تبادل نظر کردند. رئیس ناحیه از فعالیت یک ساله کارمندان سوها نتیجه‌گیری کرده بابت پیشرفت و موفقیت‌های خوانندگان اظهار مینرداری نموده، بهر باز هم تقویت بخشیدن روند تعلیم و تربیت، فراهم آوردن شرایط مساعد، فعالنوکی خوانندگان در آزمون المپیادهای سطح ولایتی و جمهوریوی، مستحکم نمودن رابطه کمیته پدر و مادران با مؤسسه‌های تعلیمی، تقویت بخشیدن روند آموزش علم‌های دقیق، طبیعی و ریاضی، از خود کردن زبان‌های خارجی به خصوص زبان‌های روسی و انگلیسی اظهار نظر کردند. گفته شد که آموزش فن‌های دقیق و از خود کردن زبان‌های خارجی تقاضای زمان بوده برای نسل نو است امکان فراهم می‌آورد که ادامه تحصیل خود را در دانشگاه‌های عالی با نفوذ کشور و خارج از آن ادامه داده، همچون متخصصان بلند اختصاص به وای رسیده در آینده برای خلق و ملت خود خدمت نمایند. مسئولین شعبه معارف اطلاع دادند که این زمان در ناحیه 81 عدد مؤسسه‌های تعلیمی از جمله 68 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 9 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی، 1 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 1 گیمنازیای جمهوریوی، 1 لیسه تمایلی تکنیکی به نام افلاطون و 1 مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالیاقت با فراگیری 46086 خواننده فعالیت می‌نمایند. تعداد نورسان به صنف یکم مؤسسه‌های تعلیمی قبول شونده باشند امسال به 5889 نفر می‌رسد. از شماره 2146 نفر آموزگاران 250 نفرشان آموزگاران جوان سابقه کاری از 1 ساله تا 3 ساله داشته فعالیت می‌نمایند که با آنها منتظم مشاوران شعبه معارف یاری و توصیه‌های متدی می‌رسانند. برای تیار کردن دستورهای متدی از فن متماتیک بسیار سعی کوشش کرده استادیم تا اینکه آموزگارانی که نه با کار آمدند از این دستورها استفاده برده توانم و درس‌های خیلی خوبم درس دهم. من از آن جمله کتاب درسی الگبرای صنف 9، الگبرای صنف 10 و الگبرای صنف 11 که مجموعاً قریب 5000 مثال مسئله ها را در بر میگیرد حل نموده به شکل کتاب در آوردن که حاضر در روی بالای میز گذاشته شده است و این یاری به آموزگاران جوانی که به ناحیه ما و به جمهوری تاجیکستان برای کار رفتن پیشبری کرده شده است. کسبه ما، کار ما تیار کردن خوانندگان است، روشنی انداختن به زندگی آنهاست. در نزد شعبه معارف مرکز دریافت و رشد استعدادها فعالیت می‌نماید که در مرکز 6 محفل با جلب 246 نفر خوانندگان در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت نموده به نتیجه‌های نظررس نویل گشتند. از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در المپیادهای فنی جمهوریوی صاحب 161 مدال از جمله 4 مدال طلا، 29 مدال نقره و 128 مدال برنجی گردیدند. به خاطر قدرشناسی از زحمت آموزگاران و هوسمند نمودن آنها برای ادامه فعالیت پرثمر خویش، رهبریت ناحیه به یک قطار آموزگاران افتخارنامه تقدیم نمودند. در این برابر در وضعیت مناسب طالب علمانی که در آزمون‌های جمهوریوی فعالانه اشتراک کرده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند با تحفه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی قدرشناسی گردیدند. صلادین نعمت، ذوقی بک عبدالرحمن، ناحیه دنقره، اخبار.